با درود خدمت تمامی دوستان عزیز. بچه‌ها جاپودی وقتی باز میکنید اینجا ما 2 تا جای پیچ داریم. توی لباسی‌های سامسونگ LG عکس هم همیشه مثل هم دیگه است. برای باز کردن قسمت بردش می اینجا 1 2 3 4 تا خار داره. اینا رو پیچ گوشی 2 یه فازمتری باز میکنید به سمت بالا. بهتون نشون بدم. این فازمتری نه اینجا نگاه کنید. تمام. اون قسمت برد باز میشه. خب بچه ها نگاه کنید توی این سوکت ها حواستون باشه این سوکت آبی و سفید توی لباسی سامسونگ بدونید آبی کدوم سمت سفید کدوم سمته که موقعی که دارید وصل میکنید جابجا وصل نکنید. فقط همین دوتا میشه جابجا وصل کرد، بقیه سوکت ها نمیشه جابجا وصل کرد. نگاه کنید بردو خودتون متوجه میشید. این اگه جایی این بزنید اینم جایی بزنید لباسی روشن نمیشه. فقط ورودی برق اصلیه. حالا اون موقعی که دارید باز میکنید کسایی که تا حالا باز نکردن یه عکس میگیرن از پشت برد، فقط همون عکسشون برد و باز میکنن. بعد از قسمت برد میرسیم به پیچ های بدنه جلوی. 1 پیچ میایم این و 2 تا میایم این وسط. اکثر لباسی های قریب به اتفاق اونایی که سرویس های به موقع نداشتن بچه ها پیچاشون زنگ زده است. برای این جلو حالا این قسمت قاب این جلو شکسته. حالا تو لباسی ها که دارن تو زایاتی که دارن این قاب اینجوری در میاد، خار داره. خب حالا میرسیم به پیچ های اینجا. نگاه کنیم بچه ها 1 پیچ میرین جلوتر، 2 پیچ میرین جلوتر، 3 پیچ میرین بعدی 4 تا پیچ. این قسمت فیلتر هم باز کنید توشو تمیز کنید. وقتی میخواین بولبرین کاستن ها درست کنید، یعنی کلا لباسی میخواین خالی کنید لخت کنید بیارید بیرون. ما این لباسی سرویس کنیم راحت توی الان توی این بازار که الان هست راحت تا 12-13 میلیون میتونید بپوشید. این الان لباسی که من با حساب تعمیراتش که کردم دونه دونه براتون با فاکتور میذارم که چقدر هزینه‌شه. باشه نگاه کنید لباسی چقدر کثیفه. نگاه کنید این میخه بچه‌ها، این میخ داخل اون تخلیه شد. نگاه کنید میخه داخل فوم تخلیه. الان نمیدونم قشنگ دیده میشه یا نه چون نور آفتاب زده.